دیدی؟ یهو مثلا بیدار میشی میبینی هیچ کدوم از رفیقات نموندن، همشون رفتن. واقعا سلام علیکم، خیلی خوش اومدین به قسمت اول و رسمی ویدیوکست جاده با من. بیاین بشینیم که راه بیفتیم. بفرمایید. داشتم فکر میکردم من از این موضوع مهاجرت رفیقام همیشه ترسیدم. یعنی این مدلی بوده که سوم راهنمایی من با یه نفر دوست شدم که خیلی رابطمون با هم صمیمی بود، هم اسم خودم هم هست، هنوزم با هم رفیقیم. و این از همون اولش هی میگه من میخوام از ایران برم، من نمیخوام ایران بمونم. این حرفش باعث میشد که من هی جلو خودم بگیرم و خیلی وابسته این آدم نشم. اینکه چقدر موفق بودم خیلی مهم نیست ولی هی یه صدی بود دیگه. یعنی هی میومدم خیلی به این آدم نزدیکم، میگفتم نه این میخواد بره. بابت همین همیشه ازش ترسیدم، چون به شدت آدم وابسته ایم و اینکه خودم هیچ وقت فکر مهاجرت رو نکردم دلیلش همین بوده. من خیلی وابستم ولی دوچارش نشده بودم تا امسال. یعنی اگرم دوستانی بودن که مهاجرت کرده بودن اونقدر آدمای نزدیک به من نبودن. خیلی جالب بود. یکی از دوستان برگشت گفتش که من دوستام تموم شدم، ببین دیگه من دوستی ندارم. من گفتم مگه میشه؟ من مثلا حتما تعداد دوستاش کم بودن. بعد وقتی میدیدم آدمای نزدیک به من هیچ کدوم نه به فکر مهاجرتن نه میخوام، من گفتم من مسیر رو درست رفتم، من درست انتخاب کردم اینا رو. تا اینکه یکی از همکارام که خیلی هم باش رفیق بودم تحصیلی اقدام کرد بره ایتالیا. ببین هی صحبتش رو میکرد که آره من میخوام برم و من مهاجرم. آقا بلفاس چیز ترافیکیه. اقدام کرد و شد. برگ بریم نمونده ترافیک اون بردم. من میخوام بپیشم برم اونجا. دیگه اردی بشینا فکر کنم بود. گفتش که آره دیگه کارم درست شد. بعد این مدلی بودم که حالا کوتاهیم بره. چشم به هم زدیم رسید تایمی که بعد میرفت. رفتنش اول فکر رفتنش و بعد خود رفتنش انقدر به من فشار آورد که هنوز نتونستم داستان هضم بکنم. یعنی هنوز که هنوزه جایی که میشینه رو سعی میکنم یه جوری پشت مانیتور قایم شم که نبینم، که بگم الان اونجا نشسته. کلا مواجهم با از دست دادن آدم و به هر شکلش همینه. و این مدلی هم که ویدیو کال نمیخوام، یعنی اونم بخواد نمیخوام، چون من که باش اینجوری در ارتباط نبودم. چت میکردیم و الان هم داریم چت میکنیم، وایس میدیم. نهایت دوست ندارم شکل عوض شدن شکل رابطه اینو بزنه تو صورتم که نیست، چون نیست پس داری ویدیو کال میکنی. نه واقعا. رفت این دوستم و ما داشتیم دست و پنجه نرم میکردیم با این یکی دیگه از دوستان. اونم اقدام کرد کاری برای یه جا و شد و رفت. بعد میدونی کجاش خیلی اذیت میشه آدم؟ اون بار آخری که باش میری بیرون، مثلا میری میگی بریم آقا یه شامی بخوریم که مثلا من 2 روز دیگه دارم میرم. میری طبق معمول همیشه میشینی حرف میزنین تو سر کلم دیوونه بازی در میارین اگه مثل ما باشین. و اون لحظه آخر بعد تو تمام این تایمه یه چیزی گوشه ذهنت داره میگه که معلوم نیست کی دیگه اینجوری با هم بیاین بیرون. و اون آخرش که باید اینا رو بغل کنی و بگی که خب مراقب خودت باش و فلان و اینا، هی به خودت فشار میاری و میگی که خب من الان دارم اینو بغل میکنم، کی دیگه بغلش میکنم معلوم نیست کی برگردم. خیلی غریبه، خیلی عجیبه. تجربه های جدیدیه که تو این سن و سالامون داریم تجربه میکنیم. بابا قبلا انقدر مهاجرت نبود، ملت انقدر فرار نمیکردن نمیرفتن. چه ترافیکی بود که یهو باشو. تهران عجیب
عجیب. مسافت که میخوره، این کیلومتر زیاد که میخوره بینمون و میدونیم دیگه مثلا به این راحتی نمیشه دیدش، اون باعث خیلی اذیت شدن است. چون من سر اونم اذیت شدم. شاید هم مشکل از منه، خیلی نمیدونم. شمس این موضوعی که دوستامون دارن میرن، رفقامون دارن میرن، بدبختی خیلی هم همه‌گیر شده. یعنی تو با هر کس که میشینی صحبت میکنی میگه آره رفیق منم رفته، رفیق من رفته. آشناهامون که خیلی رفتن یا دوستامون، آدمایی که میشناختیم. ولی اینکه رفیقات که شاید کمتر از انگشتای یه دست باشن برن، خیلی غریبه، خیلی ترسناکه. چقدر وحشتناک بود. یعنی قشنگ داریم تموم میشیم انگار. با یکی داشتم صحبت میکردم، گفتش که من زمانی که دوستای نزدیکم مهاجرت میکنن و میرن، من هر راه ارتباطی با اونا رو میبندم که نبینمشون. من اینو به شوخی به دوستان میگفتم شما پاتون رو بزنین تو فرودگاه بلاکین، تموم شد. خودخواهانه است. این خیلی خودخواهانه است. یعنی دوستم داشت، این کسی که باهاش صحبت میکردم میگفتش که آره من این راهو میبندم که نبینم دوستم ازم دوره. ویدیو کال کنیم که چی بگیم؟ که مثلا بگیم خیلی دلمون برا هم تنگ شده. خب این که معلومه. بعد دلتنگی واسه چیه؟ چون نمیتونیم حالا همو ببینیم. خب من نمیخوام مثلا اینو بفهمم، نمیخوام تو اون ویدیو کاله این رو بگیم به هم دیگه و باز یاد هم بندازیم. خیره ایشالله. باز هی بیشتر این واقعیت بخوره تو صورتم که رفته ها نیست ها، دیگه تو این آدم ها رو از دست دادی. این مهاجرت ها سختیش هم واسه اون آدمی که مهاجرت کرده، هم واسه مایی که میمونیم. یعنی من این مدلی بودم که فکر میکردم دوستام که برن انقدر مشغله پیدا میکنن، حالا یکی تحصیلی رفته یکی کاری رفته، که اصلا وقت نمیکنن با من حرف بزنن. باورتون نمیشه. بعد مثلا یکیشون آدم کم حرفیه، مثلا از اینا بود که به زور باید از زیر زبونش حرف میکشیدی. الان که مهاجرت کرده و با هم دیگه حرف میزنیم، مثلا میاد هی حرف میزنه، هی من هی میترسم مزاحمشون باشم دیگه، حرفو میام جمع کنم، هی اون یه چیزی میگه که حرف ادامه پیدا بکنه. و بعد این حسه رو به من میده که چقدر این آدم لازم داره که شاید ته دلش قرص بمونه که این آدم هنوز رفیقمه. و من همیشه به اینایی که دوستای نزدیکم و مهاجرت میکنن، ته هر مکالممون، یعنی امکان نداره اینو نگم، ته هر حرف زدنمون میگم رفیقیم دیگه. فکر نکن که مثلا این فاصله الان بینمون افتاده دیگه تموم شد، دیگه رفاقتی نمونده. نه، ما رفیقیم. من این اپیزودو یه دور ضبط کردم چند روز پیش و وسطش نتونستم ادامه بدم و قطعش کردم. دوباره دارم میگم کاش واقعا شرایط، اتفاقایی که افتاده، هر چیزی که هست کلن یه جور دیگه بود که نسل ماهایی که الان دوره همیم و به این سن رسیدیم اینقدر تجربه‌های سخت رو لمس نمی‌کردیم. هنوز میگیم، میخندیم، میریم بیرون این ور اون ور و فکر میکنیم که خب زندگی که ادامه داره. بیرحمی زندگی دیگه که مجبوری باز شب که خوابیدی صبح بیدار شی بری کار کنی، معاشرت کنی با آدما. ولی شاید از دست دادن هر کدوم از این رفیقا به شکلی که تا به امروز داشتیم باعث میشه دیگه نتونیم مثل قبل بخندیم، دیگه نتونیم مثل قبل خوش بگذرونیم. من خودم به شخصه الان چند وقته که با هیچ کدوم از دوستام نتونستم بشینم حرف بزنم. من با همون دوستم که رفته ایتالیا خیلی وقتا میومد میشست اینجا و فقط گوش میکرد به حرف. خیلی وقت واقعا نتونستم حرف بزنم. نه که آدمی نباشه، آدمایی که امنن، آدمایی که بهت اهمیت میدن و تو براشون مهمی کم پیدا میشن. واقعیت دیگه. بعد تو فکر کن حالا پیدا کردی آدمای این مدلی رو، آدمایی که کیفیت زندگیت رو بردن بالا. هر کدوم از آدمایی که وارد زندگیمون میشن یه کیفیتی به زندگیمون میدن دیگه. این آدمای خیلی خوبی بودن، ذهن خیلی بازی داشتن، خیلی باهوش بودن و بودن کنارشون ناخودآگاه شما رو میکشید بالا از همه لحاظ. و حیف که
به اون شکل دیگه نمیتونن کنار من باشن و من کنارشون باشم. خیلی وقتا خیلی از این آدما میشن دلیلت واسه اینکه صبح پاشی بری محل کارت. یعنی هر کس ممکنه کارشو خیلی دوست داشته باشه، خیلی از کارش لذت ببره. منم یکی از اون آدما، من شغلمو دوست دارم. سرخوشترین آدمم باشی یه جا خسته میشی، چون بالاخره فشار کاری هست دیگه. بعد دنبال یه سری دلیل کوچیک‌تر میگردی برای اینکه اونجا یه ذره بیشتر بهت خوش بگذره. خیلی وقتا مخصوصا دفتر قبلی دلمون میگرفت، یه حرفی داشتیم به هم میگفتیم، پا میشدیم میرفتیم پایین و هویج میخوردیم هویج میخوردیم و حرف میزدیم و همون حرف زدن خیلی باعث میشد که به هم دیگه نزدیک بشیم. یکی از دوستام، یکی از همینایی که مهاجرت کرده، میگفت که اگه این هویج خوردنه با تو نبود خیلی اینجا دچار فروپاشی روانی میشدن. دروغ میگی، به خدا دروغ میگی، به علی دروغ میگی. خودم نمیدونستم انقدر به این آدم وابستم و انقدر بودنش تو زندگیم اهمیت داره. بعد رفتنش فهمیدم. میگن وقتی اومد نفهمیدیم کی اومد، وقتی رفت هم نفهمیدیم کی اومد. ای کاش تو خفه شی، کاش لال بگی. لال خیلی مستقیم به اهانت میکنین. جنبندی بکنم، یه خواهشی هم دارم. همدردی کردن همیشه باعث تسکین آدم میشه. یعنی وقتی تو فکر میکنی که فقط تویی که در معرض داستانی قرار گرفتی و اذیتی، این مدلی که وای خدای ما چقدر بدبختیم، من نجات بده فلان اینا، اما وقتی که 4 نفر میگن با ما هم همین بدبختی رو داریم، انگار یه ذره آروم میشه. بلد نیستم زیاد، ولی اگه الان باید اینو بگم که اگه شما هم یه تجربه این مدلی دارین، اگه نزدیکامون بریم به خودم تکس بدین، اگه نه این زیر بنویسین. این ویدیوهایی که مود شده، میام مثلا یه دوربین گذاشتن، 3 تا دختر جلوش نشستن، بعد همینجور دارن دوربین رو نگاه میکنن، وسطیه یهو میگه که ویزام اومد، بعد اون دوتا همینجور دارن دوربین رو نگاه میکنن، وای ما چقدر خوشحال شدیم، جیغ و داد و اینا، بعد یهو میزنن زیر گریه. نمیفهمم. من هیچ وقت از خبر مهاجرت یا اومدن ویزای دوستان خوشحال نشدم و به نظرم خوشحالی نداره، چون تو در درجه اول به خودت فکر میکنی دیگه. چقدر پیش میاد که اول به اون آدم فکر کنی و بگی این میره که خوشبخت بشه، به من چه که میره خوشبخت بشه. من همش اولش به این فکر میکنم که اوکی آیندهش رو میره بسازه، ولی پس رابطمون چی؟ پس این همه مدت با هم بودنمون چی؟ این رفاقتی که شکل گرفته پس چی؟ بعد یعنی من تنها میمونم؟ الان من اینکه دوستام داره قطره چکونی میره، اینکه دوست خیلی خیلی نزدیک منه، هم خودش هم خانومش، و این همه کاراشو کرده، نمیدونم منتظر چیه. من این مراحلش هم نمیدونم منتظر چیه که بیاد و بره دیگه، و چون هیچ تاریخی مشخص نیست، همش این مدلیه که مثلا یهو میاد دیگه، یهو میاد و من میرم. بعد تو تمام این روزا وقتی میاد یه ذره از مهاجرت صحبت، مثلا میگه که آره مهاجرت کنیم بریم اینجا، اینجوری میشه. من هی مدلیم که آقا خبری شده، مثلا قراره بری، چی شده؟ قطره چکونی قشنگ جونتو میگیرن تا برم. یک لحظه بریک بگیری من 4 تا فوش بدم. در کل من تصورم اینه، تصور خودخواهانه ایه، ولی من همیشه آدم خودخواهی بودم تمام روابطم. کاکا ما لجو بازی، ما اصلا لجو میکنیم، این خودخواهیه، این لجو بازی نیست، این خودخواهی که یه سری آدما یه سری روابط تکرار نمیشن. هممون هم یک بار زندگی میکنیم. میدونم به همین دلیل یک بار زندگی کردن است که اقدام میکنن برای مهاجرت که راحت تر زندگی بکنن. شاید یه سری آدما منتظر یه نشنیدنن که بهشون بگیم نرو آقا، نرو، بمون. این تلاشه رو بکنید واسه موندن رفیقاتون که تهش اگه رفت بگیم من همه یه کاری که از دستم برمی اومده کردم، نشد، رفت. امیدوارم انقدر اتفاقای خوب بیفته، انقدر همه چیز رو به خوبی بره که یه سری از این دوستان که رفتن برگردن
و دوباره دور هم جمع بشیم. ما های مدلی نیستیم که بگیم اوکی میریم اون سر دنیا دور هم جمع میشیم. ما دور هم جمع نمیشیم، ما پخش شدیم. یعنی هر کی یه سر دنیاست و این جمع شدن فقط اینجا شکل میگیره و امیدوارم که اتفاق بیفته هر چه زودتر، قبل از اینکه یادمون بره بودنمون، قبل از اینکه پیر بشیم، قبل از اینکه شور و شوق خیلی چیزا ازمون گرفته بشه. ما آدما تو این روز و روزگار خیلی محتاج بودن هم دیگه ایم. یعنی تنها چیزی که واقعا به معنای واقعی داره یه جونی به زانوهامون میده که بایستیم و ادامه بدیم و صبح پاشیم بگیم خب بسم الله شروع کنیم برای یه روز تازه، خیلی وقت خودمونیم. خودمون آدمایی که دور همیم با هم دیگه معاشرت میکنیم و اگه ماها هم همدیگه رو نبینیم، ماها هم همدیگه رو ول کنیم، به همدیگه اهمیت ندیم، هر روز یه فاز جدید برداریم، دیگه چیزی نداریم، دستمون خالیه، بهونه‌ای برای ادامه دادن نداریم. امیدوارم از ته قلبم بهونه‌های زندگیتون از زندگیتون کم نشن. خیلی ممنون که با من همراه بودین. پر درد و دلم، پر قرم راجع به این موضوع، ولی همینقدر بسه. اگه اپیزود 0 رو دیدین خیلی ممنونم. اگه این اپیزود رو دیدین بازم خیلی ممنونم. اگر دوست داشتین لایک کنین، سابسکرایب کنین، به دوستاتون معرفی کنین، کامنت بذارین. نمیدونم این چیزا این مدلی خیلی بلد نیستم، ولی اگه دوست داشتین این کارا رو بکنین. مراقب خودتون باشین. من همین بغل شما رو پیاده میکنم. بذار اینجا رد کنم، اینجا خطرناکه شما اینجا پیاده شید. بذار بپیچم نمیگی برگرد مگه تو همون نبودی که یه روز عاشقم کرد. همینجا پس پیاده‌تون میکنم. خیلی ممنون، مرسی. فوتیری فور تشکر.